میبینید اینجا پارک آبی آزادگانه که ازش هیچی نمونده. این ورش یه ذره دار درخت، این ور بیابون خالص، تپه درست کردن. زمان جنگه. 2 دقیقه راه اومدم رسیدم به جزیره. 2 دقیقه. چه مدل آخه؟ چه مدلش آخه؟ تموم شد. حداقل 1000 هکتار پارک رفته. بیشتر. اومدیم اینجا حالمون درست شه، بدتر خراب شد. خاطرات قدیم رو یادش بخیر. 20 دقیقه از توسکو تا این جزیره راه بودا. 20 دقیقه. این جزیره ساختم آبی اگه روبروش دیده بشه خیلی ممنون میشم. بیشتر از 20 دقیقه تا اینجا راه بود. این جزیره که میبینی رو بیشتر از 20 دقیقه راه بود. چیکار کردم با این پارک خودم میدونم. پیاده اینجا ماشین رو نداره. نمیدونم دیده میشه یا نه جزیره. نمیدونم پرنده هاش دیده میشن یا نه، ولی خب